میگن که یک وقتی 2 سالک بودایی داشتن با هم سفر میکردن. یک بار میخواستن از عرض نهری رد بشن، دیدن که یه دختر خانم جوانی ایستاده بود و این نمیتونست از عرض اون نهر رد بشه، از تلاطم آب و شدت و حدت آب میترسید. یکی از این 2 راهب بودایی گفت که خانم شما رو دوش من سوار بشی، من از عرض نهر شما رو بگذرونم. این خانم اومد رو دوش این آقا سوار شد و رفتن اون طرف و پیادش کرد و اون رفت به راه خودش، این 2 هم رفتن به راه خودشون. بعد از 3 روز یه جایی نشسته بود از صبحانه بخورن 2 راهب. یکی از این راهبا به دیگری گفت که من هر چه تأمل میکنم خیلی کار بدی بود که یک دختر جوان زیبا رو تو روی کول خودت گذاشتی و از این بله رودخانه بردیشون طرف رودخانه. راهب گفت که من به اندازه زمانی که از عرض خیابون از عرض رودخانه بگذرم رو دوشم بود، ولی الان 3 شبانه روزه رو دوش توی اون خانم. یعنی من وقتی گذاشتمش پایین دیگه گذاشتمش پایین. تو 3 روز ذهنت با این دختر جوان زیبا و بر اندام او اشتغال داری. اشتغال ذهنی مهمتر از اشتغال جسمانی و فیزیکیه. متاسفانه باید بگم روحانیون ما اشتغال ذهنیشون به امور جنسی خیلی بالاست. اینه که اگه کسی هم گفت آزادی، با ذهنشون میره رو آزادی در امور جنسی. توجه کنید. فکر میکنن هر مردی با هر زنی اگر سخنی گفت حتما یک عرض میکنم سر و سر جنسی، یک قرارداد جنسی میخوان با هم امضا کنن، میخوان حتما یک کار مخفیانه جنسی بکنن و انگار نمیتونن باور کنن که یک کسی به کس دیگه نگاه بکنه به عنوان یک انسان، نه به عنوان اینکه این جنسیتش با جنسیت من متفاوته. اینه که از اولی که من یادم میاد در این 66 سال ما هر جا در مجلات زمان شاه هم روحانیون رو حرفاشون میشنیدیم میخوندیم، آزادی رو میگفتن ولنگاری، میگفتن بیبندوباری. تصورشون از آزادی فقط این بود که بیبندوباری جنسی و ولنگاری جنسی. نه، اینجوری نیست. بیاید بیرون از این ذهنیت. توجه میکنید؟ شما هم بیاید و مثل انسانهای دیگه‌ای گاهی در زندگی به مسائل جنسیتون بپردازید، بقیه زندگی رو بید آزاد از این مسائل زندگی کنید. کاملا اشتغال ذهنیتون تو عرض کنم که این امور نباشه. شکم و زیر شکم یه بخشی از زندگی آدمی و البته نیاز آدمی هم هست، ولی یه بخشی از زندگی. همونطور که شکم خارگان به هر چیزی نگاه میکنن میخوان ببینن آیا اینم خوردنیه یا خوردنی نیست. ما نباید به هر زنی نگاه میکنیم ببینیم آیا این زن رو میشه به بستر دعوت کرد یا نمیشه به بستر دعوت کرد.